یو گایز، حالتون چطوری؟ خوش اومدید به چنل من یعنی اکسیر گیمینگ. بچه امروز قراره پارت 2 دکلاس رو بریم. یه گیمی که خیلی ترسناک، واقعا برگزون و اصلا ترسناک بیش از حد. امیدوارم که پارت 2 هم خوشتون بیاد. پس قبل از هر چیزی لایک، کامنت، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزن تا اولین نفر باشی از ویدیو من باخبر بشی. با همین کامنت یه انرژی خیلی بمبی بهم بدی. لیتس گو. اون شو بابا. الان جدی الان من بعد اینو برم قشنگ رسیدیم به اون زماریه که من اصلا نمیتونم تحمل کنم. اوکی لیتس گو. باتریمونم تموم شد. ای نقابه هنوز با همونه. دو رفیق یا دوست نمیدونم منظورش چیه. What the fuck؟ اینجا کجاست؟ اون جامونم پس با دوست موشه ها نباشه. رفتیم بچه تو آبم مردیم. لگ زد بازی، نفهمیدم دلیلشو. اینه؟ آها نور افتاده پشت دید. وای لمون داد فقط بودو. اصلا نمیخوام پشت سر اینو نگاه کنم چون حس میکنم همینجا هست. باشه این چی بود این بالا؟ منو چجوری برم این بالا؟ بازم اومدیم اینجا که Let's go. برو جونایی که دوست داری. ما رسیدیم به اینجا و این چرا اینجوریه؟ من الان باتری هم تموم شد مردم. با الان تو اون جایی که تاریکه میجورن دیگه. هیچ جا دیگه نباشه یعنی این جای دیگه. اون جایی که گرده یادم باشه میخوام فرار کنم بود دارم برم اون تو. با بس کن. اگه نگاش نکنم چی؟ اوه مای گاد از کجا قراره بیاد؟ بطری نداری که من اصلا نمیدونم داره جلوم حرکت میکنه یا نه واقعیتش. انقدر نور نگاه میکنه انعکاس نور میفته روش. نه اوکی. What the fuck؟ خدا الان میان. برو بالا بتونم ببینم. بازم مردیم؟
ای بابا بازم مردیم بچه. چرا؟ تو با خواست میپریم باشه من 3-4 بار دارم میمیرم پس سگ. خیلی طبیعی نیست انقدر دارم میمیرم. این بازی ها نمیخواد بذاره من یه وینی چیزی بزنیم یا به لج افتاده. با اینجا نباشه. من انعکاس دارم نور رو میبینم توش بیفته اون موهاش. بایسته اینم این تو چیز داریم. اوه یه صدا خزیدنش میاد فقط میدونم. الو بچه میخوام زود تمومش کنم. نمیدونم بعد اصلا چی کار کنم. برو اینو. این اینجوری نبود فقط یادم گرد نبود. حالا برو بریم. گرد نبود. چی بوده اون اضافه شد؟ این عینکه به همراه چشم ما. عینکه رو که داریم کجا باید بریم؟ برو بریم. یعنی چی؟ یا باید یه کاری انجام بدیم با این عینکه یا باید بریم جمع آوری کنیم. اون بالا هم حتی ما در میایم برگاه ناجی. بچه من بریم ببینیم که اول ما از اینجا اومدیم درسته؟ ما از اینجا اومدیم خب و برو وای پوی سرم ها. وای قلبم اومد دهنم. بچه ها اینه دیگه درست کنم دوباره. نه کیفیتش رو ببرم یکم بالا. خیلی بالا یعنی. چشم درد گرفت. دهنه تو سریس. اصلا نیفهم داشت تا چند دقیقه پیش خیلی خفن کار میکرد. الان رسیده به ترتر افتاده. نیفهم چرا. آها درست. نیازم گرافیکش چرا باید به هم ریخته باشه. باد برگام ریخت پوی سرم رو نگاه کردم. یعنی ریدم تو خودم فقط همین. بچه ها بریم ببینیم میشه رفتش. حالا من اینجا رو اوکیش کنم دیگه. کارمون درست کنم. بریم که داشته باشیم. کات بریم ولی نمیتونم جواب.
خب فقط بگو باتری باشه این باتری باید باشه. چا یه باتری میخوان، اصلا نیازمونه، میدونی هر کاری میکنم یه باتری به شدت نیاز داریم. تو رو خدا یه باتری باش، تو رو خدا. این چی بود؟ بابا کاغذه به درد خودت میخوره، باتری. عجب، یعنی چی اینجا یه باتری نداره؟ What the fuck is this؟ بابا میدونم این پرونده هاشونه، فقط بگو من کجا دارم، من اینجا نباید میومدم بریم که حالا اشکال نداره. نگاه کن اول یه دیدی میزنیم، نگاه کن اینجا رو یه دید بعد حتمانی بزنی، چون باشه بدبختی باید نباشه اینجا. عروسک چی؟ اینا چی آخه؟ کات؟ کیکورد استرو چیه دیگه؟ سگید این چیه؟ این چیه دیگه میخواد؟ بچه هم فهم میخواد لامون بده تخم سگ. الان اونم یه جا میاد شروع. مردیم دیگه تا الان. اونو نگاه کن. چسبیده به ما. باز رسیدیم سر جای اول. اینجا اینجوریه. این چیه؟ الو
این چیه؟ واجی چقدر دوتا دست اول خوب رفتیم ولی اینو نمیشه تموم کرد انگاری. یا خیلی سخته. داشتم نمیم کات. من یه رای پایدا کنم بعد بیم شروع. آقا ما همه رو اومدیم الا نفهمیدیم که چه کنیم. هنوز کاتیم تا برسیم به شروع. هنوز کاتیم تا برسیم. آره بطری باشد. اگه دیگه خواهیم نمیکنم دقیقا میتونم ببینم. آقا عالی باشه. بس ایسان کرده.
هنوز کاتی. خب دوستان هر کاری کردم واقعا کل 1000 رو مردم بعد آمدم ولی نشد. این نتونستیم اینجا رد کنیم، اشکال نداره، میزنیم سر پارت 3 و فکر کنم نشد دیگه، تا اینجا هم کافی باشه. حتما پارت 3 شو میریم و خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی بدرود.